هلو بفهمید. آها آی نو 97 ایران رو ترک کردم. آره 16. من 2 سال یه دفعه حتما میرم، برای مدتی میمونم، برای 6 ماه 5 ماه میمونم. علت اومدن دلم نمیخواست بیام. بذار همینجور که داریم حرف میزنیم بهت بگم، دلم نمیخواست بیام. من اصلا فکرشو نمیکردم که یک روزی دوباره برگردم، برای اینکه من یه دوره آمریکا بودم دیگه. ولی مسئله تناس پیش اومد. گوش میکنیم؟ تناس رو توی پارتی گرفتن و فلان و این بچه گفت من اصلا خودم میکشم و یک روزم نمیمونم و ال. ما اقدام کردیم برای اومدن به کانادا، تنها جایی که میتونستیم مهاجر میپذیرفت. بنابراین اومدیم اینجا. خواست و میل من نبود، خواست میل همسرم هم نبود، خیلی چیزها رو از دست دادیم، اما خواست بچه بود. بنابراین ما تن دادیم و نشستیم برای زندگی اینجا که اون راحت باشه و اون چیزی که دلش میخواد در کنارش باشه، هم والدینش باشن به اصطلاح، هم که خب تو اون محیط نباشه، برای که هیت داشت دیگه نمیتونست بمونه. ولی ما هپی نیستیم اینجا. من خودمون بدارم میگم، من اصلا هپی نیستم اینجا. ضمن این که برمیگردم ایران، اونجا راحت نیستم. این یکی از مشکلات خیلی خیلی اساسی منه. تا چند سال پیش خوشحال بودم برمیگشتم. الان هر دفعه برمیگردم میبینم افتضاح‌تر دیگه. واقعا دارن پاچه هم دیگه میگیرن، یعنی اصلا دیگه سلام میکنی جواب نمیده راننده. بنابراین هی میبینم رو به عقبیم. بنابراین مدتیه میرم اونجا، با اینکه دلتنگم و میرم، خیلی تو ذوقم میخوره، دوباره برمیگردم به جایی که دوست ندارم. گوش میکنی؟ فقط یک خاک، یک چیزی، یک انگیزه که به اصطلاح اونجا به دنیا آمدم، اون خاک منه، مردم منن، البن من دوباره میکشونه. اما میرم هپی نیستم، غمگین تر برمیگردم، اصلا بدتر میشم، میدونی چیز میشم، قاطی تر میشم برمیگردم. بله خیلی ها هستن اینجا، هستن خیلی هم خوشحالن. من با خیلی آشنا هستم اینجا، حتی تو آپارتمان خودمون ایرانی ها که زندگی میکنن خیلی شادن، خوشحالن. بچهشون اینجا به دنیا آمده، از این جهت خیلی خوشحالن، جوونن. میدونی هنوز خیلی چیزها تو سرشون هست که من اونا رو گذروندم. میدونی من دارم از سن خودم و حال روز خودم دارم میگم. اونها خیلی هپیان، خیلی خوشحالن، دانشگاه به کار میکنن، بچه‌شون مدرسه میره، همون کاری که تو ایران میکردن اینجا هپی‌ترن، آزادترم هستن، دارن کارشون میکنن. آره من برای اینکه انتخاب من نبود، اصلا نبود. شرایط ایران طوری شد شاید دوره شاه بود، الان اینجا خیلی هم هپی بودم. الان اونجا رو میبینم تفاوت‌های زیاد. میدونی هر دفعه این تفاوت‌ها، این تضادها خب من اذیت میکنه. منو ها، فقط شخص منو میگم. خیلی ها میرن یه ماه میمونن، میگن پارتی بودیم دوستامون اومدن، نمیدونم منو مهمون کردن، اون منو مهمون کرد، اصلا نفهمیدم چطور یک ماه گذشت. ببین ترافیک وحشتناک شده، مردم اصلا کار نداشته باشن دوست ندارن بیان بیرون، یعنی اصلا بیان بیرون قلبشو میگیره. بنابراین گرونی وحشتناک شده، نمیتونی تو ببینی دیگه مثل سابق کسان تو. میدونی بعد هم تیپ هم طبقه ما، یعنی متوسط ها پذیرفتن این مسئله رو. یعنی دوست من برم گوشن، متاسفم نمیتونم بیام ببینم، راه هم دوره، بخوام بیام برگردم من باید 50 تومن فقط پول ماشین بدم. من میفهممش، درست داره میگه. منم دیگه تو اون حالتی نبودم که بتونم 3 ساعت تو ماشین بشینم و برم تو اون هوای گرم برگردم. میدونی شرایط همه جوره فرق کرده، هم شرایط محیطی اونجا، هم شرایط آدم ها به هر حال فرق میکنن دیگه. آدم سنش میره بالا اصلا حوصله نداره. خیلی چیزای اینجوری، خیلی چیزا ولی دائم در حال تغییر دیگه.
در نتیجه این از من که از من بخوای بشنیزی، من روز نه اصلا هپی نیستم از بودنم نه اینجا. یعنی هپی وقتی آدمه که میدونی بتونه از موقعیت های اینجا استفاده کنه. این فقط روسری و چه میدونم مانتو نبود که من کشید اینجا، که میدونی منظر چیه. بنابراین من وقتی نتونم از موقعیت اینجا که بسیارم باز و عالی و همه چیز در اختیار گذاشته، من به خاطر مشکل مالی نتونم استفاده کنم، خب برام چه فرقی میکنه اینجا تو خونه بشینم یا تو تهران بشینم تو خونه؟ من نظرم اینه ها، نظر من این. ولی خیلی هم اینجا هستن، خیلی هم هپی، از زندگی های خوب، خوشحال.